در سالهای پر از آشوب جنگ جهانی دوم، یک سوال همیشه در ذهن همگان بود. اگر هیتلر نباشد، چه کسی رهبری نازیها را بر عهده خواهد گرفت؟ دو چهره برجسته و مرموز، هر یک با ویژگی‌ها و سرنوشت متفاوت، به عنوان جانشینان احتمالی هیتلر مطرح بودند. رودولف هرتز و هرمان گورینگ. اما این دو چه تفاوت‌هایی داشتند و چرا سرنوشتشان به دو مسیر کاملا متفاوت ختم شد؟ هست از همان ابتدا یکی از وفادارترین افراد هیتلر بود. او که در اسکندریه مصر به دنیا آمده بود، زندگی خود را وقف ایدئولوژی نازیسم کرد. معاون هیتلر و دست راست او به هیتلر در نوشتن کتاب نبرد من کمک کرد و با تمام وجود در راه ساختاردهی حزب نازی فعالیت می‌کرد. اما به یک باره همه چیز تغییر کرد. در سال 1941 حزب به طور مخفیانه با یک هواپیمای کوچک به بریتانیا پرواز کرد تا به تنهایی برای صلح مذاکره کند، اقدامی که او را از قدرت کنار زد و خشم هیتلر را برانگیخت. حس تصور می‌کرد می‌تواند نقش میانجی را ایفا کند، اما به محض فرود توسط نیروهای بریتانیایی دستگیر شد. او ابتدا در بریتانیا زندانی شد و در طول جنگ جهانی دوم در حبس باقی ماند. پس از جنگ، هس در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت جنگی محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. او باقی عمر خود را در زندان اسپانداو در برلین غربی گذراند و در سال 1987 در همان زندان درگذشت. و اما هرمان چهره‌ای کاملا متفاوت بود. او در جنگ جهانی اول به عنوان خلبان قهرمان شناخته میشد و در رژیم نازی به یکی از قدرتمندترین مردان تبدیل شد. هرمان فرمانده نیروی هوایی و مسئول برنامه‌ریزی اقتصادی نازی‌ها بود. او کنترل منابع آلمان‌ها را در دست داشت و حتی پلیس مخفی گشتاپو را پایه‌گذاری کرد. او مردی عملگرا بود که به قدرت علاقه داشت. علاقه‌ای که باعث شد او از نفوذ خود برای دزدی آثار هنری و ثروت‌اندوزی استفاده کند. سرانجام پس از شکست آلمان‌ها، هرمان در دادگاه نورنبرگ به مرگ محکوم شد. اما با خوردن سیانور پیش از اعدام به زندگی خود پایان داد. در تاریخ، هس و هرمان به عنوان چهره‌هایی در سایه هیتلر باقی ماندند. دو مرد، دو سرنوشت، اما یک پایان تلخ. هس نماد وفاداری شکست خورده و هرمان نماد قدرتی که به فساد کشیده شد. جنگ جهانی دوم پایان رویاهای هر دوی آنها و نابودی کامل رژیمی بود که آن را بنا کردند. در پایان ممنون میشم از شما که با لایک و سابسکرایب ما را حمایت کنید و نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. با تشکر.